салом алайкум тамошобинони азиз, мухлисони иззатманд, ҳамаи он касоне ки ҳоло моро тамошо карда истоданд ва акнун пайваст мешаванд, моро тамошо мекунанд. инак барномаи навбатии майдони ҳунар аст ва ёдрас мешавем сарпарасти барномаи мо нуқтаи савдои атрҳои фаронсавӣ ромайсо аст ва инак имрӯз мувофиқи талаби тамошобинон ва инчунин дархости дӯстдорони санъату фарҳанг як ҳунарманди дилу дидаро таклиф кардаем ки имрӯзҳо барои мову шумо, барои миллату ватан хизмат карда истодааст. И бародари азизи ман, ҳунарманди ҷавон, ҳунарманди дили дида, сарояндаи ҷавони эстрадаи тоҷик Дилшоди Намозалӣ аст. Салом алайкум Дилшод ҷон. Салом алайкум. Хуш омадед ба барномаи майдони ҳунар ва ногуфта намонад ки барномаи мо барномаи озмунӣ аст. яъне ки барнома вақте ки озмунӣ шуд, дар барнома албатта тӯҳфаҳо ва иқдомҳое ки аз ҷониби сарпарастон аст барои ҳунармандоне ки иштирок меварзанд дар барномаи мо, албатта тӯҳфаҳо тақдим карда мешавад. Ина медонем. як саволи якуми мо, шумо дар барномаи мо якумин маротиба иштирок доред, валекин ҳамин барномаро ягон маротиба тамошо кардагӣ? бале, яке сайҷон чандин маротиба тамошо кардааст. беҳтарин набошад. салому дуруди шумо барои тамошобино, яъне чӣ гуфтанӣ ҳастед дар оғоз, баъдан шурӯъ мекунем. Сараввал салому дуруди худро ба тамошобинон мерасонам ва ба шумо кайсайҷон саломат бошед. ташаккури зиёд ки моро даъват кардем ба ин барнома, вақти худ дариқ надошта. саломат бошед. раҳмат, ташаккур барои шумо ки вақти ғанимати худро дариқ надошта ба барномаи мо омадед. خب اینک دوستان عزیز، چون یادرس میشویم برای دلشاد جان و برای آن کسانی که برنامه ما را اولین مرتبه تماشا میکنند، برنامه میدان هنر از 8 قسم عبارت است. در هر یک قسم یک جای خودش را دارد. یعنی که قسم اول این لحظه های از حیات خود، از آوان کودکی خود نقل کردن است. قسم دوم باشد لطیفه گفتن است و قسم سوم چیستان هاست. در قسم چهارم در درون پفک ها مخصوص تقلید ها است که از آن اجرا میکنند. خب اما قسم چهارم تقلیدو نه کوزاچه میاری کو درون چی داره کوزا این نیست، این تقلیدو این شریکه. قسم پنجم این تزگویه است. قسم ششم آنم کوزاچه میگه، کاروکه میگه. آنها نمیگه چی داره پیشکی پیش مال اون رو مستعد میکنید. و قسم هفتم مورسینده اگه چی نیاری با هم نه ما خیلی برنامه داریم، چیزا نداریم. قسم هفتم این سوال هاست و قسم هشتم خوردن یک میوه است. اگر میوه باشد میخورید، نباشد در نصیبتون. خب شروع میکنیم. بله. یک بار دیگه خوش اومدین. اینک قسم اولی برنامه، یعنی که لحظه های از حیات و از آوان کودکی خود دلشاد نمازلی برای ما و شما، برای شما مخلصان نقل میکنن. دلشاد جان مرحبا. تشکر زیاد. لیکن التماس با یگان کینو نقل نکنی. من همه هنرمندان میگم. مرحبا. وقتی سایجون. لبا. آیون کودکیه یا که همی دوره صنعتکاریه توی رویه فرق نداره. فرق نداره. همین یک سرگذشت میگه ما بعد وایشم کدومش کیش باشه. مایلش. خیلی مقصد در اویله صنعتکار بعد اینو میگیم. خب خیلی میدونی شما که پدرمون صنعتکار است. بله اکای نمازلی رو میشناسم. خب از آیون کودکی همراه پدرم با معرکه توی میرفتیم و بعداً شکر خدا که روزی تنها با معرکه میریم. یک چین هم دایدم اومد که یک معرکه رفته بودیم، خیلی پیش بود. خیلی بعد این بعضم رفته سای، بعضم خیلی کمی گرم رفته سای، یک ماست میگویا، میگه که کسی شدم یک ریزش بگی موبایل توی آخه ریزش بگی، اون ماست همین ریز خیلی باشه که تا ریز میگیم وزی مان میشه و همه میستوخی. بعد با خیلی رفت دیگه نیومد، باید دیگه اومد. با امیر رفته سه بازم گرم رفته سه باید بگم با اکه ریزش بگی با مالی میگم با میره با فراموشی با یک دیگه میاد دیگه با میاد میگه کام ریز مرا نگرفتی دا با امیر توی رفته سه بعد کشتمامو ریتماو بعد ریزم موندم ریزا خیر ریز گرفته سه با اومد میگه اکه ریزم میگیری گفتم امیر ریزو خیش خیر ریز میگیرم و میگه اکه ریزش بگی سلامت باش. با امیر با فکرم که ریزش شو ریز اگه خیلی با
رزش کنم می رزشی نمیای سلامت آخه باشی دلشاد جان. یعنی که از اون کودکی نه و از اون من همین دوره دوره‌های همین علاقه شناخته شدن چهار سال، پنج سال پیش حجنگور یکی. میگم همچی یک هنرمند شناخته توی بوده رویو بهترین. خب اینک یعنی که در قسمت یکم ما از سرگذشت خودش دلشادی نموزلی یک بهترین سرگذشت رو نقل کردن و اینک میگذاریم به قسمت دومی برنامه گفتن لطیفه ها. در برنامه ما اگر یک لطیفه گفتید که باعث خنده من و کارگردان و دیگر محررایی که نشستن پس ثبت های نوار اگر باعث خنده ما نشد یعنی که از این قسمت دوم افتیدید. اگر یک لطیفه نشد دوم لطیفه نقل کنید سوم لطیفه تا سه لطیفه را اجازه هست نقل کردن. بله شرطه که لطیفه ما قال لطیفه بسیار نمیدونم خد میشود که با ایواز بر ایوازش چی میخواستن گفتن میشود که اون سرود بخونیم بهترین سرود با هم بهترین تماشاگران خیلی راحت میشن. تماشاگران عزیز مخلصان بسیار عزتمند نگفتن اما که دلشاد نمازعلی همچون حجنگور نه بلکه در جوده صنعت همچون سراینده شناخته مردم تاجیک هستند و در جای لطیفه دلشاد جان خواهش کرد که ما 4 مصرع رزش میکنیم. مرحبا. خب تشکر زیاد سینه باشه کسای جون شکر سرود سرود شوخ بخونه چی؟ سرود شوخ بخونه معنیش در عرفه سال نو یک سوره نو تیار کنیم. چرا کنه برادر جان شما در اجازه میتونه رقص هم کنه قش مو خرسک نه رقص بر یار ستم کن کی بیار شوی بسیار طلب کن با کمزور شوی بر خانه خویش و قوم بسیار مروی هرچند که عزیزی عاقبت خور شوی روی یار خال داره دانه دانه شدم عاشقی پیغام رسانه روی یار خال داره دانه دانه شدم عاشقی پیغام رسانه. سلامت باشه. سلامت سلامت باشین. بهترین جای لطیفه ما قبول کردیم. اکنون میگذاریم با قسمت سیوم برنامه ما این گفتن چیستان هاست. من بگم چیستان شما میگید. من میگم چیستان شما میگوین چی هست. اینک سوال چیستان یکمی ما سوزندان رهگردان پوری سوزندان خیلی یا بار دیگه تکرار کنید. سوزندان رهگردان پوری سوزندان سوزندان میگن کو چکدان میخه سوزندار خب پوری سوزندان سوزندان رهگردان پوری سوزندان راه میگرده سوزان سیخ جایره آفرین ماشاءالله. البته در یک کارگردان ما قرصک میمونن جایره سوزندار. بله اینا چیستان دوم دلشاد جان. بله چیستان یکم با درجه اعلا جواب دادید. دوان میرود نارزنان میرود سوی قفا هیچگاه نمیکند او نگاه. دوان میرود نارزنان میرود سوی قفا هیچگاه اون نمیکند نگاه. پیریود به پیش فقط به پیش هیچ وقت نه قفا نگاه نمیکنه او رفته هم میگیره این جسم پرمیر نه یا برگه تکرار کنه دوان میرود نارزنان میرود سوی قفا هیچگاه اون نمیکند نگاه یا نمیکند او نگاه. دریا. آفرین. بس چیستان دوم ما نیز دلشاد نمازعلی درست جواب گفتن. چیستان سوم این است که یعنی که اگر شما 3 چیستان درست جواب دادین ببینید که برد شما از دیگر قسم‌ها با زیادتر میشود. یعنی که شانس شما در آب هرگز نمیشود تر هیچ نمیگیرد در آتش در پای میگذارد با کس برابر. نه دعو تر میشود نه دعلو در میگیره یکی همین قطعی خیلی بو رفته میگیره در کشوه اودیش که من در آب
ҳаргиз намешавад тар, ҳеҷ намегирад дар оташи дар, пой мегузорад бо кас баробар. پای میگذارد با کس برابر سویا дар ҳақиқат се чистони моро дуруст ҷавоб гуфтанд. як қарсак барои дилшодӣ намозалӣ. инак ба қисмати чоруми барнома мегузарем. ин қисмати чоруми барномаи мо тақлидҳо аст. ҳоло ба назди мо аз сармуаррих хоҳиш мекунем ки анамон шарик яъне ки пуфаке ки аст ба назди мо биёранд ва он чистонҳоро мо пешкаши шумо кунем. марамад оварда шавад пуфаки дам кардаи хӯрадада. саломат бошед, саломат бошед. анамиҷада тақлидо дидем дишоҷон анамина я хеле мекафонем ки ана айҷаш капидан дар кора, яъне капидан дар кора напарада оба бакафонш бё парохи бо камиш хаж гам небуҷам наметарси омухтая не бе ана саломат боши бародари ҷонам, бародари ҷонаме. ана ушам гирем ҳеҷ гап надора. ана бародар ана пеш дода ҳамчун ана наворбардора он навори шуморо мебардора. ана ки мемоне марҳамат кардан ана ки алик малик шикне бат о дига надора. ама қатошт сета шошта марҳамат як ча бигирем. خب ایجا نمیتونه کلامشو سنینی که ایجا من یادرس میشم که این تقلید ها هم از آدم ها است، انسان ها و هم از حیوانات و نباتات و همه چی. مرامت بولو بگو حیوانات هم میشیم بگو مرامت کنی عکس بگیریم خیلی تو در ایسو میکنی کتمش در بایشه یا هشت نه وابران نه این همی بده دیدی خیلی گیری نصیب نان و نمک تقلید از آوازی سر دشاجان یه گپ در سر چی میره و که ما از هنرمندان همه حجنیگارا همه چیز اجرا میکنن اکتورا، ولی ما میخوایم که همه هنری بالای مردم سراینده هم ببینیم در همین برنامه. تقلید دارم از حق بوده یکی قدر خینه نیست. اوشم بینم یا بود نه یکوش یک تا چند سال اول ایشا بکنن که نتونست میتونه بیوسونه اما هر روز قطعا نیمیشه خوب ساکا بوزی که قطعی مرامت خواهی تقلید از آوازی سا نمیترسی سا نه من میدونم که ساگی گیزنده نیست ساگی گیزنده اویسا ساگی گیزنده میگن تو گیزنده خب بریم آوازی سا دیایی هیچی نمیترسی کاملا کنیم دیشوجان در خونه سگ داری؟ نه ما در اوشونه بلندی هم سگ نداریم نه که کچک خشو بازی میکنیم سگ دارم جنسی مایده ای سگه مایده که آفرین البته یک ترسنگ میزنیم برای دیشوجان چون که با صنعت سرایندگیش نیست هنری بالای اکتوری رو بسیار خوشرو اجرا کنه. تشکر برادر عزیزم. بگیرم یا بس ایتا اینک نه بسه اینک میگذاریم به قسمت ششمی برنامه پنجمی برنامه این تیزگویک. ما شما دوز یک تیزگویک پیشنهاد میکنیم اگر اون تیزگویک گفته تونین داشته باشین مرامت بگین تیزگویک خیلی نباشه اگر ما بگین کو خیلی گم شد بگین شما ایجا بگین معلش اینا تیزگویک خب من اینجا تیزگویک های ما چون این است خیلی تیزگویک اوشون ترسه خیلی بسیار وقت اجرا میکنه اینا شما ایرا اجرا کنیم. شادی شهری نوی شب شنبه 666 شیشه شامپانسکی رو شکست انا شادی شهری نوی شب شنبه میتونی فتمی جمعون بولیم خونم بحضر نه بوله هم بخون تیزگویه که بگید از اون بخون بخون از یادش که خیلی تیز نه تیزگویه که این از یاد کنک نیست
66 بریم خب باید خطو کردیم باید سوال میکنیم شدی شهرنامه شنبه 66 شنبه شکست شدی شهرنامه شنبه 66 شنبه شکست انا که درست‌تر شادی شهرنامه شنبه 66 شنبه شکست بیا دیگه شدی شهرنامه شنبه 66 شنبه شکست بیا دیگه شدی شهرنامه شنبه 66 شنبه شکست آفرین آفرین یک تزگویی که خیلی گفتی به زبان روسی پاپولار نداریم یعنی که شناخته شما کوه عزیز در گشتگی؟ کجاش ده؟ همه جوش ده کوه ده یا تپه ده؟ کوه دم تپه دم خیلی باشه کوه در گشتگی باشیم بیایی خیلی میگیم سرسری کوه دویدم کلای کوه گزیدم این تزگویه که؟ سرسری کوه دویدم کلای کوه گزیدم تزگو مست سرسری کوه دویدم کلای کوه گزیدم سرسری کوه دویدم کلای کوه گزیدم سرسری کوه دویدم کلای سرسری کوه دویدم چلی بود کلای کوه سرسری کوه دویدم کلای سرسری کوه دویدم کلای کوه گزیدم خیلی باید کلای کوه گزیدم سرسری کوه دویدم کلای کوه گزیدم سرسری کوه دویدم کلای کوه گزیدم سرسری کوه دویدم کلای سلامت باشید باور که بهترین همه تزگویک برای من بسیار معقول ایده همه تزگویک که زور خود اجرا کردی رحمت باور که با درجه خشرو گزیدی کلای کنه که سلامت باشه رحمت ایران مخلصان عزیز برنامه میدان هنر یعنی که برنامه آزمون میدان هنر دوام دارد و میگذاریم به قسمت ششمی برنامه. این قسمت ششمی برنامه ما یک قطیچه است که در درون این قطیچه هر چیز ها گذاشته شده است و شما دستان خیش رو انداخته میشه ما تماشا کردیم بسیار چیزی انا همو را اثبات میکنه که همو چی است انا قرباقچه های رزینی است هر مار نباشه چی ما خوشبختانه ما را اثبات نکنیم آوردم با نعمت جون بیا ما حالا انا ایرا میگذاریم برادر عزیزی من هم قطیچه سحرنو بله انا می قطیچه سحرنو که ما هست دلشاد جان من ما نزد شما اگر کنیم دستان خیش رو میاندازید نخسته این طرفش هم خیلی نخسته من خیلی نزدیکتر کنه مرامت دستان خیتون رو میاندازید و اثبات میکنه که در درون چی است دم اجانم شهر خیلی کنم خیلی کنم دو دسته میاندازم باید که دو دسته انا ما این طرف میشینم مرامت نه ممکن است درونی را نگاه کنم خیلی کنم نه الان خیلی دستون اندازن اثبات کنن که چی است مرامت اگه مور نباشه با کی نه برادر جان ما برای هنرمندا مرامت این چه خیلی گوشت خیلی کنین دو کنین گیریم برو اینجا خیلی قپه اوست گیریم برو اینجا با هم دستون با کدوم دست قپیدگی کاراش قپیدیم چی بودی آفرین نه که انا می بغیرتی تو نما قایلم گیر اوست برو شاخی پشمای چیه ای برو شاخی اگر چیزی باشه بگو که چیه کل به چه پوستوس بگیر برور ماست دیشو جا الان کاملا نگاه کرده احساساست تا کاملا نشونته مدنی اینم چیزی است اینا ما پیش میاد اینم چیزی است رنگی موراه کدوم اینم این دیگه است خیلی هم چیزی که هست و بگوش که همون فلان چیه بدون شق گوشوش قرد این میتونه چیه این خب خوبه ای آفرین ما برو وردی با غیرت کردی خیلی شکل که باز ده یه شامپرو این هیمور نگاه نکنی شجان دیگه نگاه نکن اینم چیزی است بخداش خیلی از رنگی موراه نه دیشو بخاب بعد از او کدو
یا نه برو دلشو جان برو تو ما ترا اولی برنامه تعریف کردیم که بسیار بچه به غیرت هست. بیل بی خیلی چطوری است که به برور باش نمی ترسی چیزی باشه این ها بگی دو چیزی است که رنگی مور آه اینه هیچ تعریف نکن خب آفرین دلشو جان اشتراک دیدید آفرین دلشو جان یکی آفرین مور زنده ای کو ای بچه ای ربی بگیرش ایچ نمیگه ای نه هیچ نمیگه مرحمت کی این اصلا دل زنده هایی دلشاد خوشرو قپید مورا نه ترسه بگی هم نه ای درون میشه با می درون مالا درون کشه درون دمونشه هست ای بیاد تماشاش کنیم نخش رو این اصلا دل زنده بوده کو دلشاد جان آفرین من مهارت دیدم ما گاب ندارم هیچ نمیگه ها نه اخی قپ خوشرو بیار کی خوش کن با بگی بارش خواهی کی وایدا باشه ما گفتم که هم سیاسه ولی آفرین Audio Jungle. اینک دوستان عزیز برنامه میدان هنر دوام دارد خب همین مور دیسیتی نه کی جوی بدن زنده بود زنده بود خپیدی سخت ترسیدم نه کی هیچ گام نداره مجبور که برن دونلوزو را بیت بخونن دوملوزه را خاطی سلیم پلین همه جویا میبرم زیغ نشم اما خدمت اینه قبول نکنه چی دوستان عزیز جورس میشن که سرپرست برنامه دائمی ما این نقطه سودای اطراف فرانسوی رومایسو است و دوستان عزیز برنامه ادامه دارد. اکنون میگذاریم به قسمتی که 7 تا سوال میدیم یا 5 تا سوال میدیم. دلشاد جان با سوالات ما جواب میده. دلشاد نمازلی یکی از هنرمندان جوان سرانده استرادای تاجیک امروز در برنامه ما حضور دارد. دلشاد جان سوال اولین من همین است که اوله دار هستی؟ صاحب چند فرزند؟ یک فرزند. صاحب یک فرزند. بچه دختر؟ یک دختر چه دوست؟ بهترین. خب طول چند سال است که تو سرایندگی میکنی؟ اگر خطا نکنم پیش از همه من خور بودم همراه پدرم با توی ملکه میرفتم و بعدا همراه اون کس با توی ملکه میرفتیم. خیلی شکر خدا تقریبا 15 سال میشه. بله بهترین. 15 سال. بهترین. انا می در 15 سال علاقه 15 سال پیششون میدونم نه که شاید سالهای 7 8 سال اخیر دلشاد نمازلی همچون یک سراینده استرادای تاجیک مشهور و شناخته است. از این خاطر به نزدیکی من اومدی سال نوی میلادی است. یگان تیاری ها به سال نوی میلادی هست. یگان ترانه های تازه ایجاد. بله تیاری با سال نو هست. رودای نو ملکه ما تیار کردیم. یک قسمت ها که مایده هک شب ما برنامه دا میمونیم تماشابین یک ببینن مایدش اون کلیپ های نوشن. خب دلشاد جان الان میگذاریم به سوال های لگیش میگن کو اینجا سوال های داریم که سوال های منطقی است. خیلی سوال منطقی یعنی که لگیش نه در حالتی که ماشین میرود در اما حالت ماشین در حرکت است کدام چرخ او تاب نمیخورد؟ خیلی وقتی که ماشین در حرکت است کدام چرخ همون ماشین تاب نمیخورد؟ هر چرخ تاب میخوره. نه یک چرخ تاب نمیخورد. سوال منطقی است. ماشین رفته سر یگام یک چرخش تاب نمیخورد. کدامش تاب نمیخورد؟ او هم چرخه چی؟ او هم چرخه. تا شما اینو فکر کردن گیریم بود سوال دیگری نمیگذاریم. باقی کلاتون اومد دور جواب میگیم. خب دلشاد نمازلی همچون سراینده البته که همین سراینده های ما توی معرکه ها میگردن.
شدگی جویی که دلشودی نمازلی معرکت رو اومده باشه این معرکت تویجور سروش کرده باشه سر کردن خیلی که تای سر کردن نیویش بسیار چی خیلی گفتگی که اکا برو خیلی معرکت نمیریم شود یک معرکه رفتی جای خفه شوی نیست نه اینجا دلشود جون سوال خیلی است که تو این معرکت نه آفرین خب من همچون میشه او خیلی سر کردن نه منم همچون صنعتکار همچون مثال حجنگار دلشود نمازلی رو تماشا میکنم دوستش میدارم آوازی بسیار شیرین دارد و میدونم که علاقه مشهور و شناخته هستی بین مردم خودت رو همچون ستاره صنعت حس میکنی بسیار سوالی خوب دادی اکسای جون خان به نظر من اکو برای ستاره شدن خیلی زحمت میکشی بهترین خیلی برزیو زحمت میکشی که ستاره شوی تو حالا که ستاره موقع خودش رو داره شو با ما که ستاره پوینت موقع خود رو داریم برای ستاره شدن خیلی آفرین مهنتی بلند کردن در کار برای شهرتمند شدن مهنت کردن در کار لیکن در جوده خودت تا حالا که شهرتمند هستی جای خودت یا موقع خود رو مقصد داریم بله سلامت باشید دلشود جان انا خب سوالی داده مرا به خاطر آوردی ماشینا یکی نفهمیدیم در حالت رفتن ماشین کدام چرخ ماشین کار نمیکنه ده؟ کار نمیکنه تو نمیخوره یعنی کم کار کردن تا پول نه این در حالت رفتن ماشین یک چرخ ماشین تاب نمیخورد این زپس کرد خب دلشود جان همین توی معرکه‌ای که میروی سوال آخرین من توی معرکه‌ای که میروی پول میبری در کجا میکنی در بانک یا که در بولیش تگی سرت یا اینکه در دست پدرت میتی خیلی میگه پراز شد تماشابین باید بدونه چی تمام خیلی توی معرکه میریم بعضش یک قسمی رس خود میشه یعنی که صرفه زندگی خب یک قسمی دیگه شده هم خونه دستی اویلم دمیستم مثال در کشید بود دستی اویلم البته دست پدر دانم میتی حالا که زندگی وجود داره نه یا جایی هستیم بهترین سلامت باشید این سوال های بودن که قلب همه تماشابین گاه مخلصا میخوان که تماشابین قلبی صنعتکار بدونه یعنی که مخلصی است که بسیار میخواد درباره همه هنرمند فهمت داند ولی که میگن سری مردم پوشیده بود با سرهای هست که او را افشا کردن ممکن نیست دلشود جان قسمت هشتم برنامه ما این خوردن یک میوه بود که در طول چند دقیقه اون میوه را باید شما چند ثانیه باید بخورین خیریت که در رزق شما امروز بازارها محکم یگان میوه نیافتیم من میخواستم در همین آخری برنامه در جای همون میوه دلشود جان یک تا فلک دشتی از اجرای عهده فلک میبروی چرا نه وقتی که مردم صنعتکار شد همه یک فلک دشتی میگیریم و خواستی قلب شما برای تماشابینا برای مردم شریف تاجیکستان آماده دلشود جان خب فلکی دشتی بله خلقی باشه میشود میشود ابی خشوصیم که فلک خوندن اونشون آسان نیست ای فلک داد از جفایت گرچه حالم کرده ای هی راست بودم چون الیف مانندی دالم کرده ای جان دلشود جان اکنون در آخری برنامه میگه هر یک چیزی رو آغاز است و انجام البته این برنامه ما فرارسی یعنی که بخشی آخری برنامه ما بود در آخری برنامه در فراورد برنامه میخواستم که تمنیات شما برای مردم شریف تاجیکستان برای مخلصان عزیز و عزتمند و علل خصوص برای همون مخلصایی که در غریبی در شهرهای غریبی برای چاره ساختن زندگی رفتن برای همون برادرها و خواهرها و دوستا عموما برای مردم شریف تاجیکستان هر یک تاجیک زبانی که در وطن است و بیرون از وطن است تمنیات شما برای همونها مرحبا تشکر زیاد پیش از همه اجر قدرم که
همین غریبایی که در مهاجرت هستن ما همیشه در یاد آنها هستیم، دعاگوی آنها هستیم که سلامت باشه. با سر بلند و کیسه‌شون پول نزد پدر و مادر فرزندان خود بیایند. سلامت باشید. خیلی با بعد تماشا ببینیم چی گفتن باشیم. ابر گفتنیم که همیشه خانواده سربلند باشن، تویشون بسیار شود. ما رو یکی سعید بریم تویشون بگذرونیم. ما رو زنگ بزنن. میشد نمیذاره یعنی که کیلو یک نزدیک کنن من برم برندگیشه برام. سلامت باشه. تشکر میشم. الهی تماشاچیان عزیز، بار دیگر برای شما سربلندی، خانوادگی، زندگی خوش، عمری دراز و رزق فراز رو تمنا داریم. ای مردم بیدار، پناهتون به خدا. نمیشه توی داخل تا دیدن دیدار. ریتم قطع بخونید. میشه مرا. رفتم و خردمون. شب خیره. همدمی داری. همدمی دری خیر نباشد. همدمی درین خیر نباشد. یار دل نشین خیر نباشد. یار دل نشین خیر نباشد. خیر هموطنان عزیز، مخلصان عزیز، سلامت باشید. Audio Jungle.